فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادری پرسیدن که کسی بدون اجازه پدر و مادرش بره جهاد در کشوری همسایه. چهارشنبه اخیرشون هم 1408. در این هیچ گونه شکی نیست که جهاد یک حکم شرعی هست. تا زمانی که اسلامی وجود داره جهاد هم هست، بلکه اضافه بر این در روایت اومده که ذروة السنام اسلام هست، یعنی قله اسلام هست. و تا زمانی که مسلمانان جهاد میکنن در عزت و افتخار و سربلندی زندگی میکنن، اما حکم وجوبش بر افراد متفاوت است. اگر واقعا در یک کشوری که کشور خود ما هست و در محل ما هست، در شهر ما هست، اگر دشمن هجوم کرده باشد به صورتی که در واقع جهاد فرض عین شده باشه، از نظر تعریف فقهی دو قسم از جهاد، فرض عین هست و فرض کفایه هست. در یک سرزمین خیلی دوری جنگ، در سرزمین مسلمانان جنگ هست، منتها شاید نیاز چندانی نداشته باشند، علما این فتوا رو نداده باشند که این جهاد فرض عین هست. فرض عین یعنی این که تمامی افراد باید بروند. اما فرض کفایه، اگر این افرادی رفتن برای جهاد که کفایت میکنه، دیگه نیازی نیست که افراد دیگر برن. در جنگی که فرض عین هست و در جهاد فرض عین اجازه گرفتن از پدر و مادر و والدین لازم نیست. اما در جهادی که فرض کفایه هست، یعنی در منطقه دوردستی هست و کفایت میکنن اون افرادی که در اونجا هستند و علما فتوای عینی بودن اون جهاد رو ندادن، در این صورت حتما باید اجازه پدر و مادر باشه، زیرا اجازه پدر و مادر و رضایت پدر و مادر در واقع در بسیاری از موارد شرط. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.